این پول اگر آسان به دستش بیاری باد آورده است. اگه سخت به دستش بیاری گنجینه است. اگه خرجش کنی میگن ولخرجی. اگه جمعش کنی میگن پول دوستی. اگه به مردم کمک کنی میگن پولداری. اگه کمک نکنی میگن کنس و خسیسی. اگه زیادی پول داشته باشی نمیدونی چی کارشون کنی، شبا خواب نداری. اگه نداشته باشی راحتی، ولی شاید از گشنگی و بدهکاری خوابت نبره. اگه بعد از یه عمر کار سخت به دستش بیاری ساری، احمقی هستی که از زندگی چیزی نفهمیدی، چون باید بذاریشون و بری. And you better watch out for this one, because she takes your money and then take your life.